من خانواده‌ام. چیکار کردین برای من؟ من اگه تو رو جمعت نمی‌کردم کسی تو رو آدم حساب می‌کرد؟ نه کسی تو رو آدم حساب می‌کرد. بچه خوشگل مزلف اون خانواده در پیتتون بابای معتاده. کثافت آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو بزن. احمق بیشور نفهم. من عاشق تو بودم که باهات ازدواج کردم. زبون نفهم. بنا پول پدرتو به چه درد من می‌خورد؟ نه که بیکار بودم. بابا چیکار می‌کنی؟ سوال نمیخوای تمومش کنی؟ تو چه مرگی؟ چه مرگمه؟ میدونم واسه چی متنفرم. چرا متنفرم؟ چرا ازت متنفرم؟ چی می‌کنی؟ ریحانه جون من معذرت می‌خوام. یه دقیقه بریم بالا. سوهیل جان آروم باش. آروم باش. بیا. خب آروم. 6 ماه رفتیم زیر یه سقف خونه اجاره پایین میدون منیریه. نگاه داری چیار تعریف بهش می‌کنه؟ گفتم تو دکتری منم کار میکنم. میسیم با هم کار میکنیم پول در میاریم. کم آوردم. رفت موس بابا ننه‌شو کرد گفت این خونه و ملک و ویلا و همه رو بزن برام. خب آروم. من عقده‌ایم کثافت. وایسا. آشغال حیف احساسی که من به تو داشتم. آقا من دیگه توی خونه نمیمونم. جان مادرت حرف از احساس نزن. تو یکی میخوای بگم چه غلطی برو کردی؟ قرآن تمومش کنی. یه سگ گم شده شما چرا پته هم دیگه رو می‌ریزی رو آشغال بگو به این آشغال میخوای تو اینا بگو. بگم چه غلطی کردی؟ وایسا. کثافت. آچار سر من خونه نمیمونم. نفهم تویی. وایسا اینجا. وایسا ببینم. سویچ ماشین بده. نگاه زشت. نه یه دقیقه صبر کن. کلید ویلا رو بده. بیا بابا خاک بر سر لیاقتت کنن بگیر. خاک بر سر تو کنن. حالا هر قبرستونی میخوای بری برو. برم کن یه لحظه.